سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به اولین ویدیو ما در چنل ما. اسمم پرامه و اینجا با رفیقم سام حضور داریم که بازی اسکیجول رو بریم. بازی یه تیکه داستانی داشت. حالا ما اون یه تیکه رو رد کردیم، بهتون یه توضیح کوچیک میدم بعد آشنا میشیم با آقای سام. اینجوری بوده که انگار ما یه عمویی داشتیم که این مواد فروش بوده و اینو پلیس میگیره و ما مجبوریم که ادامه کار رو ما ادامه بدیم. و الان که میبینید تو شهریم، از یه دهات معلوم نیست حالا کجا بود، وسط بیابون رسیدیم به اینجا. آقا سامراد خودتو یه ذره معرفی کن. آقا یالا سلام علیک، سامراد هستم. تازه چنل زدیم، دوتا رفیق شروع کردیم. دم دستگاه سنگینی هم نداریم ولی خب دیگه اومدیم دور هم خوش باشیم. آقا با بازی مواد فروش شروع کردیم. یه مواد فروش اسیدی وایتکسی هستیم. هر چیز انی با هم دیگه مخلوط میکنیم، میدیم به خورد مردم ببینیم طرف واکنشش چیه. یا میبینی طرف منفجر، یارو از سفید پوستی به سیاه پوستی تبدیل شد، نمیدونم طرف آمپر چسبون، طرف سوخت، نمیدونم آشپزیم دیگه. به هر حال مواد درست میکنه. مثل یه بازی بریکینگ بده، همونطور که پرهام گفت از یه صحرا اومدیم. اون صحراش دوست داشتم، اون واقعا بریکینگ بد بود. بعد با ونم داریم شروع میکنیم، اومدیم گوشه‌های شهر داریم آشپزی میکنیم، میدیم به خورد مردم. یه مپ داره انگاری، یه سری مردم هستن. حالا آره. من نمیدونم، آقا پرام بازی تموم کرده میدونه دیگه، یکم قرار راهنمایی آره. ولی قرار نیست ما اسپویل کنه. اسپویل نو نو نو. بعد نو انگاری قرار به اینا اسپویل. مواد بفروشیم. خب این آره، حالا امو که بزنی گوشی میاد او آقا پرام اینجا. گوشی نوکیا داره، ضعیف، آیفون 18 پرو مکس نگاه. خب آقا ماموریت های خب ما چیه بگو میگه؟ که برو با یو ان داخل یه باجه تلفن باش حرف بزن. اینجوری میدویدن سرویس. آقا پرهام بیا اینو بریزیم داخل چیز. چه دویدنش اینجوری آجی، من آره شبیه دوید. تریاکی ها میدوی. نگاه نگاه رو هوا، دی 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 دین دین. میگه آقا برو یه اینم باجه تلفن. فهمیدیم اول بازی یه نوشته داشت انگار، اینا باجه تلفن اینه. نه میگه این نیست. آقا پرهام بعد از صحبت کنه. خب اما نگاه اول بازی خوندم همچین چیزیه. یه در اینو باز میکنیم، آشغالا رو که میندازیم تو اون پول میده. یعنی گور بابا مواد فروش، فقط آشغال جمع کنیم، قانونی، خیلی راحت. بابا زهر مار دیگه، منم باید بیام جواب بدم. آره بذار بازی یکم اذیت میکنم. میگه باید بری آشغال جمع کنی، میگه چی باید جمع کنی. خب آپرام یکم ما پول گرفتیم. برای تو هم الان پولا اومد آره؟ الان نه، به تو میاد، یه نیومده هر پولامون کی جدا. آره تلفن جواب دادی. خب میگه آره. کالیتی استش نیر فاونتین، میگه آمپول کالیتی کجا؟ استش نیر سنال. اصلا ماموریت آقا پرهام بالا نگاه کن، زاویار چیزا نوشته شرق آره و غرب و فلان بسار. ببینیم چی هست. بابا چیزن اینا مواد میخوا. نه اینا باید بری چی برداری. جوانا ای آه. نه. حاجی جوانا رو با این میرم بالا. بذارم اینو چند میخره. سلام، مواد میخوای؟ ای $3 این بود بنازم. یعنی یه روزی میشه حاجی اینا رو می بدبخت ها میچسبن دم شیشه آره نمایندگی مثلا بی ام و میگن منم بی ام و یه روز بخرم. من شدم اینجوری هم به جی کلاسه نگاه میکنم. سبز آقا این همه رنگ وجوده، چرا سبز لجن یشمی درک نمیکنم. اینا برداریم. اه آقا پرام چیز خاصی باید برداریم؟ آره نگاه، من الان تا الان دوتاشو برداشتم. پوله اینا، همون پول برای اینی که حالا یه سری مواد پواد بخری همون اول. اه آره بذار من هم یه 130 فوت میگم یکی داره رو اوکی هوا رو ATM. میره، یه دیدم پرهام نیو. نه نه الان پشت اینجاست. بردار. یکم هم ما پول بر. آقا این دستگاه هایی که ترش میگیرن کش میدن اینا، آشغال میندازین توی دکمه رو. ای وای دستم خوردی شیوایی زدم. بیا اینجا ببینم. نه غلط کردم بمیری.
بدبخت میشیم. در وای تا فای چرا اینجوری داری میدوی؟ بیا این بر ما بپر بیا سمت چیز. برو فردا که میای مواد بخری بهت بیلاخ میدم دیگه. ای حرومزاده انداخته دنبالم. واه زنگ زد پلیس. بابا یه چی ترکید. زنگ زد پلیس. برام بود سمت ون الان ترکید دادش. ها هنچی ترکید؟ ون ترکید. نه ون- بابا الان زهرمایی که توش آشپزی باید بکنیم. نه وای همون دیگه، همون ونه الان فکر کنم یه چیزی شد، یه صدا بوم اومد. صدا بو اومد. بوم. خب نیست اینجا. بله ونمونو آتیش گرفته. بیا ببین. بیا اینجوریست. ای حرومزاده چه اندونی خب آشپزی کنیم؟ میگه نوتو بخون. خب اینجا ویلکام تو نمیدونم چی پوینت دیس آنکل نیسون مگه نمرده اون؟ زی گوشی در بیاریم. بابا اینو پلیس گرفت. ویلکام تو هایلند پوینت. تاک تو آنکل چی I have here just some trouble. دیلر که نداری. Not to time. اینا رو نه یارو میگه عمو پیام داده، صدا چیز پلیس اومد. بابا پلیس افتاد دومم یارو زنگ زد. وای پرام چرا اینجوری میدوی؟ نگاه رو هوا باشه. میگه بیا تو پیفون با این عمو بنده خدا حرف بزن. میگه بشه دست نزن. talk to manager in the motel office. آها بذار حالا گوشو باید باش. بریم. ای وای بریم. نزن. خب موتل حالا باید آفیس همین چه سویت میگن دیاره. آره سویتی. نو نه 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 کجاست هتل؟ حاج دوستم برم تو این بازی گرافیتی کار کنم. اوه اینجا هم که میای لباساتو میشوری. نه بابا من فکرم اینجا مواد داره. اینجا فکرم پولشوییه. پولا کثیفو میشوری. پول کت وجود نداره. یا علی آپرهام مثل جنه. ایران وطنم جان و تنم. موتل اینجاست. آره سلام کسافت. یارو خودش صاحبش کو توینه. عمو بیا بیرون. اه. دیگه من میخوام یه مواد دونه. میخوای؟ نه $75 دادم که یه بیا اصلا روم بیا یکو دادن. یالله go to the hardware store. این چیه؟ hardware store. رئیس جمهور ایناست. ساعت پرام هفته شبه. پلیس نیاد به مواد نداره. چی میشه حاجی قبل اینکه خراب میشه این مواد درست میکرد. حیف شد. کجا رفتی؟ نه هاردوار استور. عمو یالا عمو خودش فیسش یه جوری میزنه این ولی خب میگه دونه گروتنت بخر $100. تو به من $100 تو واقعیت بده. میدم واتنگ. میگه آنلاین حتما باید پرداخت کنیم. ATM باز ATM تیز کجای پرام یارو مغازش؟ فقط بس نه چی میگه بخرم یا بخری؟ میخری؟ میخرم. یه گروتنت بخر. یه اون اولیه. گلوتنت. خب خاک بخر. یه خاک یه آب یه دام آب. یه قیچی. آره کنم قیچی و اینا داشت. حالا میخوای یه پول دونه بخر. نداره. نه دارم. دیگه چی میخواد؟ نه فعلا بدبختیم چی رو نمیکنیم. تانکس فور شیکینگ برو. اه داشت زیاد توجه نکن. آره ول کن. وارد جزئیات نمیشیم بهتره. دوستش. الله اکبر.
نو 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 نو. به والله یار در خونه رو یارو باز رفت تو می‌کنه. خونش، منم داشتم میرفتم. خونه خودمون کو؟ بیا بیا داخل خونه بیا. الان میان میگردن میگن برای چی این وسایل رو داری بیا. هیچ، میخوام. یعنی که برای سیو بازی دیگه. در ببند پرده ها رو هم میکشیم دیده نشه داخل نه. جزئیات. خب آقا، چجوری چجوری بچرخونم؟ آها، ایو کیو. این از این از او س- الله اکبر. این چیه؟ پوکی بچه است. این تقویتیه. الان خب چیکار کنیم؟ دونه داریم ما. برو کنار. الان باید بریم با اون عموه حرف بزنیم. خب داشت من وسایل ایسا تلفن. تو برو حرف بزن. اوکی. عمو مثلا میخواد آموزش بده بابا. مردی الان که میگه یکی از رفیقام از این مواد پواد میده یه اوردر کن یه دونه اوجی کش از نمیدونم چی آلبرت فلان. میگه که یه send a پیامو یه message I need order to the drop. یه دام گزینه داره اونم برای اونی که مثلا اگه خریدی حالا پول ندادی و اینا میتونی هرام چند دو تا هم من سفارش دادم. دو تا باش. اوجی کراش سی همون مورید آره. خودمونه دیگه. هی تو پیام دادی اینجا هم برای من اومد. میگه wait انگار من for از the طرف dead تو drop. درو ببندی، پنجره رو قفل کنی، همه کار بکنی. پنجره رو آب یه پرهام میاد ذره تو. یه آشغال جمع کن. آب پرهام مایه داره، آشغال جمع کن. آب پرهام چجوری روی آه، تخت یه نفره دو نفره بخوابی نظرت؟ حرفی ندارم. زد. کی جا روغم میشیم. موتورشو. یکم مهربون بخوابیم جا میشیم. آره. نگاه کن خیار رو، نگاه کن داره میره میاد. بذار من داشت کن. استارت. $8. اوه چقدر حالا یه بابا وسیله بده. هست باگی. اونو بگیریم 10 تا مثلا چیز با آشغال با هم برمیده. نه بابا. پیکاپ آره. نمیکنه. دستت وسیله داری؟ نه. آها دستم چیزه فکر کنم. پیکاپ نمیکنه. حالا ول کن گوره باباش. اون پلیس. آها میگه برو اونا رو کالکت کن. بردار. کجاست؟ دنده خونه میندازه. کجا میندازه یارو؟ وایسا. مپه. آها بریم. آره. پلیس میگیره. اشکال نداره ما سیمه بود. پرام نمیدی کجا رفتم. کن سپایدر من. ای بابا. اینجا اسکیت میفروشه. او عشق آره آره. داداش. هر چقدر گرونتر سرعتش بیشتر. خب یارو کو؟ هی دارم چیز میکنم نمیبینمش. بابا این پشته وایسا. خواستیم اسپویل نکنیم ولی خب. نه 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 اینجا نه اینجا. دان. میای از اینجا باید بیای برداری برداشت. میگه برو بکار اونا رو. نه بابا من فکر کردم من مصرف کنم. ببین دیگه این دیگه شاهدونه است پرام. چیه؟ من نکشتم. بگم شد. آه وای یا وای شک کردن. این دست من هیچی نبود. جوجوه اون. او گلومسنی. زارت. آشغال بهترین شغل دنیا. آها $6 هم مفت داره. مثلا این اون وسیله که میخریدیم چه چه تصویر زیبایی به به. با چه رنگی هم کشیدم. عمو خونش نیست هم میگن خونش جالبه مغازش ها. نیست. مثلا ای و دیو باید بزنی این کج بشه. همین متفاوت کرده یه بازی. یارو میاد با میگه کله که میخره. میگه اینا رو یارو بخر شیر. پلیس سکول بگ. این آشغالایی که چیزا پلیس شک کرد. هرام تقویت کننده است اون. آره. ببینم
هر سه تا تقویت کننده داره، هر کدوم یه کاری انجام میدن. مثلا یه کدوم یه کاری میکنه که اونا 2-3 برابر رشد کنه، یه کدوم یه کاری میکنه همه رو که میریزم تو گلدون. اه. نه دیگه بس دیگه، شورشو در نیار. سی- چون بابا میخوای یه دونه سیو بزن، یه دونه اسلیپ بزنیم صبح شه بریم به هاردوار استور. بسه من بخوابم. من در اسلیپ. اسلیپ نه من فقط. دوتایی. دشتمون 100 تا XP خیلی عالی. آره. waiting for هاست. آس- واه صبح موادامون. چه صبح دلانگیزی. یه گیم هم سیو آها سیو شد. سر بزن داره سنسیویتی خب موادای کنترل خوشگل من چشمانی زیبا دارن. آها روش کرد. بیا اینجا. الان خب چجوری پک کنیم آقا پرهام؟ اما باید بریم پک بخریم. خب من پول دارم. بارون میاد. چه خوشگله. چه آهنگی مگه اومدیم السا اینا داریم میبینیم کارتونشو. بازی مواد فروش یا سرزمین عجایب این همچین آهنگی پلی کنه؟ نه بیا نمی‌تونم بیرون برم. ببین فضا چی جوریه. دارم سلام می‌بینم. آمو. میخوام یه چی ازت بخرم. میگه 10 تا باید بخری از این اوه. پس. آقا پرهام این داداشیمه ها. بنازم گراویتی داداشیمه. یه پکینگ استیج. پول بک ندارم. دیگه آقا پرهام چی شد؟ یه $100 باید داشته باشه آجی. من ندارم $100. $100 من در ندارم. آشغال. بریم سر گزینه بعدی. آشغال جمع. بعد حالا یه چیزی که میخوام اسپویل کنم اینه که این یه نه مغازه تاکو فروشیه. بابا که- اسپویل نکن که. کچل اسپویل یه دونه نکن چوب که. بست پکینگی نداره آخه. پکینگ داشت. استیج. ها یه دونه چوب بسکتبال هست. این برای مواقع حساس دعوا خود درگیری. پکر رو پکر رو من خریدم دیگه نخر. پک خریدی. آره. ایچ اینو نگاه این دستمو نگاه. دستم پشتت باشه. کجا خریدی؟ نخریدی که. آخه خیلی شبیه خودته. ای اون منم نگاه. اون منم این توی. خنده رو نشونه سرمستان نکن که میخندد دمش بی‌اعتراض. عمو مواد نمیخواد. اشکال نداره بزرگ میشه یادش. بریز مایلون کنه تلویزیون بازی داره کی تا حالا اینجا. آبران اینجا میتونی به این یارو آفر پکینگا- بدی که بابا گوره باباش پیدا میکنیم یه مواد پک کنیم بریم بفروشیم بابا. مودی من بدبخت. حالا مواد این تو هست. مواد نه باید مواد. بذاری این تو. بیا اینجا. اینو بذار. بیا مواد خب تو بذار. خب حالا باید پک کنیم. به این آبیه مثلا وقتی که موسیقی میبری روش مینویسه که خاصیتش چیه. مثلا این آروم کننده است. یه دونه پک کنیم ببینیم چی. نگاه اینجا میاری اینو میندازی این تو. زیپشو میبندی. حالا میندازی این تو. حالا بقیهشو آقا سامراد انجام. خب نگاه یه پک رو میاری. من برم یه دونه این از اینجا با پلیس. آخه چتر گرفته یارو دستش. بزنید چترش بیفته خیس بشه. پرهام یزید زمان. یزید همون مواد بیایید فروش. دوتا آقای دن بیزاره به ما وصله وصله. پرهام بیا وقت پخش کردن. بدو وایستا من یه ذره وصله بگیرم. یه هشت. ذره از اینا بده.
آهان ترش نمیدونم چی یه دام برای سامرات بگیریم. چی یه آشغالا آشغال جمع کنیم. کنی؟ نه با آشغالا برای من باگی ول کنم. گرفتم کود دیگه دیر کود گفتم. کود کود. پود گرفتم دوتا. به هر کی که میبینیم میتونیم بدیم دیگه. آره نه الان بیا اینجا. به این نده، الان به این نده، این خیلی پیگیره این. یه دوتا هم به من بده، منم اوه بدم. بیا بیا عمو به منم یه دوتا بده. چجوری درا بدم. وای خودم میتونم اسموکینگ کنم یا علی. آورم بیا اینجا بذار میخوای بدم. بذاری اون تو؟ آره دیگه چیکار کنم نمیشه دراب کرد که. خب من تا اینو اوکی کنی من اینو یه ذره گذاشتم بکارم. داشت یه چی جدید آوردم برات میخوای. شلاشو خورد من همون مواد آوردم. در خونهشو بزنم. آره دیگه حالا اینو یالا باید بکاریم. سلام حالا اینو علیکم. اینجوری با ای و دبلیو تکون میخوری، حالا رو خب میپوشونیم. آقا یا یه آبم مواد رو می‌ذاری. چند بدم پرهام یه دونه رو حدودی. نمیدونم مثلا این اوجی کش ارزشش کمه ولی خب حداقل مثلا 60 $70 رو باید بدی. 60 $70 میذارم داشت 30% احتمال داره خوشش بیاد. یا حالا برای اینکه کارون بگیره مجبوری میذاره مفت بدیم بده دیگه، چیکار کنیم. آقا 50-50 کنم کی به کیه. اما پرام هم چند تا برداره. آقا 49% احتمال داره خوشش بیاد. وری نایس. به خدا همین الان بهت میدم اگه خوشت نمیاد میزن اما دهنت. بیا اینجا دیگه، من میتونم بهت یه چی پیشنهاد بدم. و این الان این زنه مثلا همچین چیزی که ما داریمو نمیخواد ولی خب اه، قبولش میکنه دیگه بالاخره. اینو چجوری من اینجوری میکردم. بابا اینا هیچ کدومشون مواد نمیخوام فرام. مواد من 87% احتمال داره خوشش بیاد. بیا به من یه تایم بده. آجی بذار دوباره به همین یارو مواد ده. بفروشم. این خوب بیا آدم جدید پیدا کردیم برای مواد پواد. حالا میری تو قسمت پروداکت این چیزاتو اد میدی. ما چی داریم؟ اوجی کش داریم. اه، اوجی کش آره. لیست پرسه. بیا آقا ما لیست کردیم که الان اوجی کش کسی خواست به ما یه ترش بگ بخر. ای بابا خریدم دیر پرام گفتم. پلیس. اوه. البته میتونی از دستت اینا رو قایم کنی. خب دیگه. بخوای گیم رو تمام کنی باید ماموریتاش هم انجام بدی که بگذاری. من کجا فکر کردم اینم من کجا رفتم پرام بعد خودت تازه تو مپ چه میتونی شکلی نشون میده. یه دایره آبی. بعد شما میتونی که بری داخل این آشغالی. و الان این داخلش چی نیست، اینا داخلش وصله است، میتونی اینا رو برداری کلی کنار هم بیاری آشغال. یارو باید این وسط باشه ولی نیستش پرام. از تو باید سارمی. این آشغال پرت کردن شما خیلی دوست دارم. ردبوله. اوپن. عمو مواد نمیخوای؟ نه زه پول به دست بیاریم. $13. خب بریم ببین این ور شهر مواد خر خیلی هست، به خاطر اینکه همیشه اکثر اینجا پلیس اینجا رو بسته. ما از اینجا میریم. آقا یه دونه پرام این همشو بنده میدونه خدا، دیگه این بنده خدا سوپرمارکتی هست، میتونم بهت یه چی بدم اش کنی. خب بذار ما ببینیم پرام تو این جایی که Let me try. اوه پلیس پوله رو بسته نه. یا نیو کاستومر آنلاک. ببین بیشتر اوقات یه سری جاها رو میبنده، اگه از اونجا بخوای رد شی غیر از اینکه بهت شک میکنه میگردتت. حالا بذار یه نفر نه اون میشه اومده. بذار قایم کرد 3 تا منم چیز دارم ماریجوانا دارم. بذار برم داداشم اونوره. بذار گروه سیت مناطق محروم.
اه تخم مرغ تخم داره. عجب گیم تخم مرغ آلی. تخم داره. آه. Hello I want to offer اوجی کش. خب میریم تو مسیجا میگیم قطعا $45 نه بابا ارزون. نه. چطوری عمو؟ قیمتش رو یه $10 میبرم بالا میگم 55. قبول نکرد. اشکال ارزون هم دیگه نمیشه دادی. داشت یه دونه تست کن ببین چه جوره. این اصل جنس ها. آشپا بیا نیو کاستومه. آره این یه چی شبیه مافیاس اینی که بات کردی. چی این میدونی یارو کیه؟ این به این گنده گنده میخواد مثلا این دفعه میگه 8 تا میخوام. نه بابا. آره اینجا هم یکی انگار خودش از بالا پشت بود پرت کرد. چیزی من نمیتونم آشغال بردارم. ریدم تو این لگو گوهو. درست وای میشه. وای 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 پلیس پلیس پلیس. آنات اوجی کش چند تا داری الان تو دستی؟ تو 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 تو. ای، یه داشت دونه بده من بریم این آقا تحویل بدیم اینیم اول 3 تا اوجی کش میخواد. اینم گنگستره اگه فکر کنم اینو باز کردی دیگه. آره یارو میره اینجا. پرام یه دونه رو پول درست میگه. آره. میگه 3 تا اوجی کش $130. میگم آقا تو $132 به من بده. اوکی تایم آقا میذاریم فردا صبح مورنینگ. اوکی داشت ببین تست کن ببین ببین چه جوره. اون بغل نیوکاسل به. اینجا رو پلیس الان بسته اینجوری بسته. میای چیکار میکنی مثلا میندازی از این بغل. سوراخ آه سنبه مونده باید پیدا کنیم دیگه. بیا حالا که اینجا که تموم شد پلیسا رو پیچوندی رفت. ولی سلام. بالاخره تو خب دیگه قیافت میخوری دیگه ردی. اینو نگاه. نه من به تو نمیفروشم. میخواستم بفروشم نمیتونستم. بعضیا مثلا یه چی یار فرام مثلا این یارو اوجی میخوام بهش کشه بفروشم قبول نمیکنه یه جوریه. یه قبول نمیکنه چیکارش کنی. چه این یارو قیافش این میفته دنبالت شکلیه. میره به پلیس مولیس میگه. خودش داره مواد میگه چشم باد کرده قرمز چشم اند شده. کدوم منطقه است ببینم تو کجایی تو؟ ما بچه شرق و تهران. نمیدونم والا. یکی از تا چرخای ماشینه رو زدن زیرش آجر چی گذاشتن. چی میگه ریزی ماسم شبیه آنلاک. ساز زندگی در میگه بعد دیوار. آنلاک شه بابا گوره بابات. اصلا بذار ببینم چیزا چی میاد این ماموریت هم میگه آندرگراند کامپلیت یور فرست دیل. خسته نباش. ماموریت هم اینه که ماموریت انجام بده. keeping it fresh buy a trash bag from the hardware store. من خریدم باید دیرتر میخریدم. نه آقا تو اینو به نگاه ما شبیه بگو. ماریوه. حرام همون که فقط دوشون دایره کشی و بریم کاستومرشون کنی. نه اونا کسایی هن که میتونی بهشون کاستوم بدی. خب اوه دارم 99% رشد کرده. نه اوکیشه. نمیدونم. سلام ای یارو پلیسه دارم بهش مواد میفروشم با دفعه. چی دیگه موادی شدیم رفت دیگه. حالا این ماریجوانا رو اوجی کازینو. کشا رو اینا رو یکی بالا پارکینگ بذار برم ببینم میخره. الان اوجی کش داریم. 2 تا من میتونم پک کنم کلا. هرام میخوام بفروشم دیگه نمیخرن. میخوام چیز کنم یه ایرور میده انگاری قرمز میشه. اونا ولش کن اونا نمیخورم. هنوز لولمون به نمیخورن. اونا نرسیده لولمون به اونا نمیخورن. نرسیده. الان زوری میکنه تو حلقشون. میگه 2 تا اوجی کش میخوام $70. سلام میگم باشه بیچ. یس. میگم آقا فردا افترنون منتظر من باشه اوکی. الان 2 تا آفر داریم که اینا رو تحویل بدیم.
اینا رو بذارم این تو، برم یه ذره چیز بگیرم، جعبه مبه، میگم جعبه پک. الان باید چیکار کنیم؟ باید صبح بشه باید ببریم بفروشیم، در غیر این صورت نمیتونیم. نه دیگه، نگاه نوشته که 9 ساعت مونده که به اولی بدیم، 15 ساعت به دومی. وای دادا چه صداییه. در رو ما بست. هر گیم داره این گیمش ببینیم. چرا گیمش آقا تخم اینم داره. از روز اول بازی و قسمت اول بازی. آره. فردا یعنی قسمت دوم قسمت از دوم ادامه. بازی. آره ادامه اینو میریم بعد ببینیم چی میشه دیگه. احتمالا یه سری گنگسترهای دیگه پیدا کنیم، چیزای بهشون مواد جدید بدیم. آره چیزا جدید احتمال آدمای داره جدید. مواد جدید پیدا کنیم. حالا نمیدونیم اما برام اگه اسپویل نکنم. آقا نه ممنون میشم لایک و ساب بکنید. ممنونم میشم تا اینجا ویدیو هم نگاه کردید. آقا دستتون با درد اجازه نکنه، دمتون گرم. فعلا تا زحمت کنید. ویدیو رفع بعدی. پرهام رفع رحمت رفع زحمت کنیم آقا. فعلا بای فعلا بای. انشالله تا ویدیو بعدی. بای بای.